بالاخره روغن بهران 5C SM پلاس توی ماشین توربون بریزم یا نه؟ امروز من میخوام این موضوع رو به صورت علمی به توضیح بدم، پس حتما تا انتهای ویدیو همراه من باشین. مطلب رو هیچ کس دیگه بهت نمیگه. با فرض اینکه این روغن تمام ادیتیوهای لازم رو مثل ضد اکسیداسیون، ضد کف و ضد سایش رو داشته باشه، ما تو موتورهای توربو یه پدیده داریم به اسم LSPI Low Speed Pre-Ignition. حالا وقتی که روغن داخل موتور در حال چرخشه، قطرات میکروسکوپی روغن بین رینگ کمپرس و نیم کمپرس تبخیر میشن و با ترکیب سوخت و هوا میکس میشن و احتراق زودرس رو ایجاد میکنن. توجه داشته باشید که این اتفاق بین دو تا رینگ میفته و خیلی با ناک زدن فرق میکنه و باعث شکستن پیستون یا آب شدن پیستون میشه. و هر چقدر کیفیت روغن بالاتر باشه، این پدیده خیلی کمتر اتفاق میفته. داشته باشید که روغن بهران با روغن‌های همگرید و برندهای مطرح دنیا مثل لیکومولی، BMW، کاسترول و والوالی مقایسه شده. سری آزمایش روی این روغن انجام شده مثل دانسیته و گرانروی تو دماهای مختلف و قلیاییت که تونسته این آزمایش‌ها رو پاس بکنه، اما روغن یه مقدار بیشتر اسیدیته است که این باعث خورندگی و سایش میشه. اطلاعاتی از گرانروی در دمای 40 درجه یعنی کولد استارت وجود نداره، اما دمای احتراق روغن 212 درجه است که این عدد خوبیه واسه روغن ایرانی. اما در کل روغن بهران نمیتونه پارامترهای ما رو 100% پاس بکنه و ممکنه توی 20000 یا 40000 کیلومتر پیستون رو بشکونه یا آب کنه. حالا از تو میپرسم، به نظرت روغن بهران روغن خوبی هست یا نه؟ حتما توی کامنت ها واسم بنویس.